پهلوان خوشنام 27 ساله توجک و پرچمبردار تیم المپی تاجیکستان تیمور رئیموف در بازی‌های تابستانه المپی در شهر پاریس پایتخت فرانسه در مسابقات گشتین جودو در وزن اعظم گران یعنی بیش از 100 کیلو سزاوار نشان برنجی شد. این علاقه سومین مدال تیم تاجیکستان در المپیاد پاریس است. چنین کامیابی را تیم المپی تاجیکستان در بازی‌های المپی بار اول به دست آورد. تیمور رئیموف که در دور اول آزاد بود، در دوره دوم اریک ابراموف از آلمان را و در مرحله چهارک نهایی علیشیر یوسفوف از ازبکستان را شکست داده به مرحله نیم نهایی را یافت. ولی در این مرحله از تیری رینر پهلوان 35 ساله شورتیار از فرانسه که او را شاه جودوی جهان مینامند شکست خورد. این سومین رقابت تیمور رئیموف با شاه جودو بود، ولی متاسفانه پهلوان تاجیک هر سه رقابت را با رینر باخت. با وجود شکستش از شاه جودو تیمور رئیموف رو افتاده نشد و در رقابت برای مدال برنجی قهرمان جهان در سال 2022 اندی گرانده از کوبا را مغلوب کرد و نشان برنجی المپیاد پاریس را به گردن آویخت. نشان برنجی تیمور رئیموف دومین نشان برنجی پهلوانان تاجیک در گشتین جودو در المپیاد پاریس و در عموم سومین نشان تیم المپی تاجیکستان در المپیاد شد. 2 روز پیش سامان محمدبیکوف در وزن تا 81 کیلو در گشتین جودو سزاوار نشان برنجی شد و مجدن تاجیک دولت بولتایف در وزن تا 92 کیلو به دوره نیمه نهایی را یافت و علاقه نشان برنجی را برای خود تامین کرد. دولت بولتایف حال مبارزه را برای نشانه‌های برنجی و طلایی المپیاد پاریس ادامه می‌دهد. روز 4 آگوست او در دوره نیمه نهایی با لزیزبک مولوجانوف از ازبکستان وارد رقابت خواهد شد. بنا به اطلاع شورای ورزش نصرالله لطیف تا امروز از 14 عضو تیم المپی تاجیکستان علاقه 9 نفر هنرنمای خود را در بازی‌های المپی پورا انجام دادند. المپیاد تابستانه در پایتخت فرانسه که 26 ایول آغاز یافت تا 11 آگوست دوام می‌کند. استاد ورزش درجه بین المللی تیمور رئیموف 6 ایول سال 1997 در ناحیه رودکی به دنیا آمده. از 6 سالگی با هدایت بابایش رستم عبدالرحمانوف به مشق گشتین آغاز کرده است. تیمور رئیموف از پهلوانان خوشنام و سرجایزه تاجیک دانسته شده. سالهای 2019 و 2021 نشانه‌های نقره و برنجی قهرمان جودوی آسیا و سال 2022 برنده نشان طلایی مسابقه تاسکولای بزرگ باکو شده است. شهردار دوشنبه رستمی موملی به تیمور رئیموف برای پیروزی در این مسابقه معتبر خانه دوجرگی در پایتخت با تمام شرایط روزگار تحفه کرده بود. تیمور رئیموف همین طور در چندین مسابقات دیگر از سلسله تاسکولهای بزرگ سزاوار نشانه‌های نقره و برنجی شده. هم در المپیاد قبلی در توکیو و هم در المپیاد کنونی در پاریس پرچمبردار تیم ملی تاجیکستان بود.